تموم شد. خیلی تاثیرگذار. عکس گرفتن از ماه دیگه برای سامسونگ بچه‌بازیه. بیا بهت یاد بدم چجوری از ستاره عکس بگیری و موقعیت مکانیشون رو ببینی. وای، مثلا اینجا رو ببین، موقعیت مکانی ماه رو داره نشون میده، مون. بعد که میرم اونورتر به موقعیت مکانی زحل رو نشون میده، حتی با شکل و هزاران سیاره و ستاره دیگه. لایک یادت نره، وارد دوربین میشیم و قسمت مور یا به فارسی همون بیشتر میریم. اینجا اکسپرت را یا به فارسی حرفه‌ای را رو میزنیم. مدل‌های بالاتر سامسونگ داره. بعد یه چیزی شبیه شیشه آزمایشگاه رو اون میزنی. بعد گزینه که شبیه ستاره هست رو انتخاب میکنی. حالا آپشنی که اضافه شده رو روش میزنی و زرد میشه. الان میتونی موقعیت مکانی دقیق ستاره ها و سیاره ها رو ببینی. با این گزینه‌هایی که من دارم روش میزنم هم میتونی زوم کنی. خیلی جالبه واقعا. سرگرم میشی. حالا برای عکس گرفتن حتما باید گوشی ثابت باشه بتونی عکس بگیری و هوا هم خب قطعا تمیز باشه. حالا عکس گرفتن به 2 عامل بستگی داره. یکی زوم، یکم زمان ضبط. زمان ضبط رو روی بلند و متوسط و کوتاه میتونین بذارین. زومش هم میتونین تغییر بدین. حالا مثلا زومم رو وایده و زمان ضبط هم لانگ همون بلنده که کلا 30 ثانیه طول میکشه، ولی خب ثابت باشه. من خودم تا حالا خفن‌تر از این لاک اسکرین ندیدم. هم رایگانه، هم برای اندرویده. برو بریم بهت بگم چی کار کنی. خیلی خفنه. گوشی رو تکون میدی، ساعتش هم باهاش تکون میخوره. کلی هم شخصی سازی داره و حتی عکس دلخواه تو هم میتونی بذاری بک‌گراند. آیکون برنامه ها هم مخملیه. خواستی بگو آموزش اینم بذارم. وارد پلی استور میشیم، هایپر لاک اسکرین اند AOD رو سرچ میکنیم. اگر هم خواستی راحت تر دانلود کنی از طریق بایو وارد کانال تلگرام هم شو. اونجا کلمه تم رو سرچ کنی برات میاره به فارسی. حالا وارد برنامه میشیم. حالا تو صفحه اصلیش که چند تا لاک اسکرین داره، بعد روی مثبت هم میزنید، باز چند تا دیگه هم هست. روی استیکر گالری هم بزنید میتونید هر عکسی که میخواین رو اضافه کنین. حالا ما یه دونه‌شو انتخاب میکنیم. اینجا میتونین کراپ هم بکنین. تیکو میزنین، اون پایین کلی شخصی سازی داره. بعد اون بالا سمت راست اپلای رو میزنین و تموم. یارا هستم، دوست داشتی فالو کن. اگه سامسونگ داری این پست رو بفرست برای اون دوستت که ازت بد عکس میگیره. معمولا همتون اینجوری عکس میگیرین، بعد میگین چرا خوب نمیشه. وارد مور یا همون بیشتر میشیم. پورتره رو فارسیش هم همون پورتره است. میاریم توی نوار پایین سیوش میکنیم. وارد بخش پورتره میشیم و چند قدم میایم عقب‌تر. حالا از این بخش عکسمون رو روی 916 میذاریم سایزشو که تمام صفحه بشه. حالا از این قسمت رو گزینه اول بلر میمونیم و اینو تا 7 میبریم که پشتمون مات بشه. از این قسمت هم روی اون آدمکه بزنیم میتونیم کم و زیادش کنیم که جوش و هر لکی روی صورتمون هست برداره. این قسمت هم برای زومه، روی 3 یا 5 باشه عالی میشه. حالا گوشی رو برعکس میکنیم، روی صورت سوژه میزنیم و عکسمون رو میگیریم. این عکسی که معمولی میگیریم، در ادامه عکسایی که با این آموزش یاد گرفتیم میگیریم. بچه های نکته مهمی هم هست، وقتی نور آفتاب از اون ور داره میزنه عکاس پشت به نور وای میسته، سوژه هم رو به نوره، بعد عکسو میگیریم. راستی به نظرتون مشخصه که ما خواهر برادریم یا نه؟ من یارا هستم، دوست داشتی فالوم کن که تا ابد از اینجور پستا برات دارم. خسته نشدی که اثر انگشتو 10 بار باید بزنی تا چه گوشیت هم کار نمیکنه، حاشیه گلس هم خیلی پهنه، بکنش بندازش تو. ببین برات چی دارم، خودت میتونی تو خونه نصبش کنی. کیت نصب کننده داره برای 24 اولترا و 25 اولترا. بچه‌ها من خودم همین گلسو دارم، یه پکیج کامله، هم بهترین گلسه، هم دیگه نیاز نیست بدی بیرون نصب کنن. اول با پد LCD رو تمیز میکنی، کلمه گلس رو کامنت کن، بعدش با دستمال مخصوص صفحه رو تمیز میکنی. حالا از چسبش استفاده میکنی، گرد و خاکای روی صفحه رو میگیری. اینجا که بهت نشون میدم میفته رو دوربین سلفی گوشیت، ناکن اینجوری چفت میشه، پشتش هم ببین. حالا این فلشه رو ببین، 2 انگشتو میذاری روی پلاستیک و میکشیش، از چیزی که فکر میکنی راحت تر نصب میشه. نگران نباش، اگه هوا گرفته با دست فشار میدیم هوا راحت از بین میره.
به همین راحتی. نگاه کن، حالا من یه صفحه سفیدم برات میارم که ببینی کمترین حاشیه رو توی کل گلسا داره. عالیه. حالا اثر انگشت جدید ست میکنم که ببینید چقدر خوب کار میکنه. واقعا باور نکردنیه. صفحه رو قفل میکنم که تست کنم. برای اطلاع از قیمت و شرایط خرید کلمه گلس رو کامنت کن. بیا بهت یاد بدم چجوری آیکون برنامه‌ات اینجوری تدی و مخملی کنی. خیلی گوگلیه. تازه نوتیف هم برات میاد باز مخملی و تدی تور میاد. یه لایک بزن. اول باید برنامه فلافی آیکون رو دانلود کنی. از طریق بایو وارد کانال تلگرام هم شو. برنامه اونجا هست ولی پیداش نکردی تو سرچ تدی رو به فارسی سرچ کنی میاره. فعلا برای سامسونگ، پس برنامه گودلاک رو باید داشته باشی که از طریق استور یا همون فروشگاه سامسونگ میتونی دانلود کنی. وارد گودلاک شدی روی تم پارک میزنی، بعد رو گزینه آیکون میزنی و بعد کرییت نیو. اینجا روی این آبیه آیکون پک میزنی. حالا برنامه که بهت گفتم اول ویدیو دانلود کنی و روش میزنی. بعد از اون بالا سمت راست روی این گزینه میزنی. حالا یه اسم براش انتخاب میکنی به دلخواه و بعد روی اوکی میزنی. حالا انتخابش میکنی و فقط کافی اپلای رو بزنی. یارا هستم برای ترفندهای بیشتر، دوست داشتی فالوم کن.